با سلام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز. امروز اومدیم یه دونه دست موتور گرد 450 بزنیم. اون یه ابزارم درست کردیم واسش با یه کله پلوس. خیلی هم راحته، جا زدنش هم آسون. این پایه کله پلوس هست. به همین راحتی. خیلی مخلصیم، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. حالا این دست موتور یه ذره جذب نبود، ولی حالا با این دو دستم اگر بخوای بزنی دست موتور جذب باشه، نه دست موتورتون رو خراب میکنه نه چیزی. خیلی هم راحت. یاری